سلام، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام لوازم آرایشیمو مرتب کنم و برندهایی که استفاده میکنم بهتون معرفی کنم. ولی اول کار به یک کافی نیاز داریم. اینم از کافیمون. بریم که شروع کنیم. اول کار از پلت سایه‌مون شروع میکنیم که تعدادش کمتره و زودتر تمیز میشه و پاک میشه. خب این پلت سایه هدا بیوتیه. البته خیلی وقت دارم، چون نمیدونم تاریخش اینا مال کی هست، ولی فکر کنم گذشته باشه. ولی خب از این رنگ شاینش خوشگله. من زیاد استفاده کردم واسه مراسمونو، ولی نمیدونم چرا از این رنگاش استفاده نکردم. واقعا نمیدونم چرا. خب من یه بیوگرافی بخوام از خودم بدم اول کار، همونطور که از شورت ویدیو هم معلومه، من ناخن‌کار هستم. حدوداً 3 ساله که مشغول به کارم و عاشق کارم هم هستم و حدوداً چند ماهی میشه که اومدم تو یوتیوب و شورت ویدیوهایی که میذاشتم ویواش خوب بود و تصمیم گرفتم که ادامه بدم، یعنی یه جور علاقه‌مند شدم. و این اولین پستمه دیگه. امیدوارم که دوست داشته باشیم و لایک کنیم و سابسکرایب کنیم، کامنت بذاریم، کلا از اینجور چیزا. خب یه پیشنهادی که دارم، این روژگونه هست دودوگرل و نابود شده سرش. از این دوتا رنگی من استفاده کردم، خیلی راضی بودم و اگه خواستین بگیرین این خیلی خوب بود. من خودم یکم صورتم مستعد جوش هست و از این که زدم اصلا جوش نزد و من چون خیلی خوب بود. برای کنم الان 2 سال پارسال گرفتمش شلوش 100 تومن، ولی الان شاید مثلا شده باشه 200 تومن. گزینه خوبیه. پالت کانتورم هم خیلی خوب بود، استفاده کردم. هم کانسیلر داره و هم رنگ بندی کانتورش هم خیلی خوب بود. من از این خیلی استفاده میکردم. برند یازو هم خیلی گزینه خوبی بود. خب از پالت سایه هایی که خیلی من راضی بودم و استفاده کردم رولوشنه. رنگ بندیاش خیلی خوب و کاربردیه. رنگای شاینش هم خیلی خوشگله. یعنی اگه خواستین یه چیزی بخرین که با کیفیت باشه و واسهتون بمونه، رولوشن گزینه خیلی خیلی خوبیه. خیلی دوستش داشتم. این رولوشن. حالا تا سایه اسنس که کادو گیرم اومده بود، از کویت واسم آوردم و خیلی راضی بودم. حالا پیگمنتش و اینا هم بهتون نشون میدم. رنگاش هم خیلی خوب بود. خب این پالت سایه چون سراشون همش نابود شده مهم نیست، ببینید این رنگاش هم رنگای نود خیلی داره، خیلی خوشگله. هم گزینه مناسبیه. البته من اینو از دبی خریدم، برند پینکی. اینم خوب بود، اوکی بود. دیگه یه روشونه دیگه هم دارم. رنگ من کلا رنگای توناژ هلوئین و خود اینا رو خیلی دوست دارم و اینم مرسی واقعا. اینم خیلی خوب بود. این از این پالت ها. یه پالت رژوی هم دارم خیلی خوشگله. رنگ بندیاش خیلی خوبه. رنگ بندیاش واقعا کاربردی بود. چربم هست، اصلا پوستو خشک نمیکنه. خب یه پالت کوچولو واسه کانتور و سایه چشم اینا هست. اینم خیلی گوگولی بود. اینو از عمان واسم آوردن. چقدر همش سوغاتی گیرم اومده. خب دیگه اینم هایلایتر همه آرتاسکینه. اینم خوب بود. و این سایه چشم کلور کت فکر کنم همه دخترها از این یه مدت داشتن. خوبم بود. هم از این داشتیم هم از آکوا. اگه یادتون باشه آکوا هم خیلی خوب بود که با آب قاطی میشد برای تو ابرو و سایه چشم و اینا. رنگ مشکیش هم داشتم، حالا نمیدونم کجاست. خب دیگه این واسه
هم رژگونه هست، هم سایه چشم و رژ لب و اینم خوب بود. کلا جایی که جدیداً استفاده کردم مثلا 1 سال اخیر راضی بودم. اونم که سوغاتی که اومده بود خیلی خوب بود. خب این از این. بریم سراغ کرم پودرم. من یعنی عاشق کرم پودرم. یکی از خفن ترین کرم پودرایی که دارم عسل وادا بیوتیه. شماره‌اش هم شماره ماکارونه، شماره 230N. و اگه مثلا یکم پوستتون توناژ گندمی طور داره این گزینه خیلی خوبیه. اینم سوغاتی گیرم اومده. اصلا سوغاتی یه طعم دیگه ای داره، خیلی خوب بود. خب البته واسه مهمونی و اینو من از اون استفاده میکنم. واسه روزانه من از ضد آفتاب رنگی استفاده میکنم، مدیسان، و ضد جوش هم هست. یعنی دکتر بهم پیشنهاد داد که از این استفاده کنم و راضی بودم. خب دیگه کرم فکر نمی‌کنم داشته باشم دیگه. و اینو دارم ویتامین C گارنیر و راضی هم هستم، خوب بود. فست برایت روشن کننده سری هم هست و راضی بودم. خب این از این. کانسیلرهایی که من توی مدت استفاده کردم یکیش لیدو بود که لیدو هم خیلی راضی بودم، خشک نمیشد زیر پوست و گزینه خوبه بود، لک هم اصلا نمیاره. خب اینا رو بذاریم این بر. ریمل ابرو هم برند اسکینو خیلی خوب بود، ولی پیشنهادم اینه که کلا ریمل ابرو زیاد استفاده نکنین چون باعث میشه که ابرو خودتون یکم ریزش داشته باشه. من زیاد استفاده کردم و یکم ریزش ابرو داشتم، خیلی استفاده نکنین بهتره. خب اینا رو میذارم. بریم سراغ ریملایی که من استفاده کردم این 2 ریمل بودن، ایزودورا و اسنس، و 2تاش واقعا خیلی عالی بود. غلظت ایزودورا بیشتره و اون درصد حجم دهیش خیلی بیشتره. اسنس هم ماژور رو بلند میکنه ولی 2تاش گزینه خیلی مناسبیه. خب بعد از اون بریم سراغ براشام هم که کم نیاز به تمیزکاری دارن و یه پست مخصوص همین براشام میذارم که ساده چجور تمیزشون کنیم بدونی که نمیدونم برین ظرف مخصوص بگیرین و اینا. حتما این پست جداگونه میذارم. براشم باید حتما بشورم دیگه. براش این هست. این براشم خیلی دوست دارم. یه سرش اینجوری، یه سرش هم واسه هایلایتر و اینا هست و خوب بود. اینا رو هم باید حتما بشورم، میذارمشون کنار. خب بریم سراغ خط چشمایی که من استفاده میکردم. اول کار از پاریس خیلی استفاده میکردم و راضی بودم، واقعا خوب بود. الان از مای استفاده کردم این مدت و واترپروف هست، زده پلاس ویتامین ای و چیز خیلی خوبی هم هست. من براشش هم نشونتون بدم. براشش هم اینطوریه، ببینید مویی هست، ماندگاریش هم خوب بود. خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین و اگه دوست داشتین واسم کامنت بذارین. مرسی که نگاه کردین این ویدیومو. این پودر فیکس هم برند فوکالیور فیس فکر کنم اگه اشتباه تلفظش نکرده باشم، خیلی خوب بود. خب بریم سراغ عطرام. این عطر برند لیبرا هست، لیبرا، و در واقع عطر دستسازه با اون برندی که میخوانه واسهتون درست میکنه و بوش محشر دقیقا مثل اون بوی اصلیش رو میده. من اینا رو از دبی سفارش میدم برام میاره و خیلی راضی هم هستم. اگه خودتونم بخواین من میتونم اینا رو سفارش بدم واسهتون. این هم برند ایو سنت لورن و خیلی عالیه، بوش محشر. یکی از عطرایی هم که الان خیلی ترند هست
آمواژ گایدنس و اینم محشره. یعنی من کلا هر بار میزنم میرم بیرون میگم بوی عطر چیه، خیلی بوش عالی. و اینم عطر، اینم خیلی بوش خوب بود، بوی وانیل تور داره، خیلی خوبه. اینم ماندگاریاشون، این عطری که بهتون گفتم این عطر ماندگاریش، اگه ببینید ماندگاریش قشنگ 3-4 روز هست، خیلی عالیه. و اینم یه عطر دیگه هست. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودیم. سابسکرایب، لایک، شیر، کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعدی، بای بای.